تعدادی قربانیان سوختار در بیمارستان شهر جازان واقع در ساحل‌های جنوب و غربی عربستان سعودی تا 31 نفر افزایش یافت. مقامات این کشور گفتند که در آتش سوزی که صبح بر وقت روز پنجشنبه 24 دکبر در دو شعبه بیمارستان روی داد، بیش از 100 کسی دیگر با جراحت‌های گوناگون و آثار سوختگی به دیگر مرکزهای طبی انتقال یافتند. نجات بخشان گفتند که سوختار فرو نشانده شد و اکنون مقامات تفتیشاتی باید سبب‌های روی دادن این حادثه را مقرر کنند. گفته می شود که این بزرگترین حادثه آتش سوزی در عربستان سعودی در سالهای اخیر است. امسال در عربستان سعودی چند حادثه مدهش دیگر هم روی داد که بزرگترینش هلاکت 111 نفر از زائران خانه خدا در مکه بر اثر به زمین سرازیر شدن کران ساختمانی بود. در پی این حادثه که در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر به وقوع پیوست، 2411 نفر زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند.